رادیکال‌های آزاد در واقع اتم‌هایی هستند که پوسته الکترونیکی ناقص دارند. حالا این یعنی چی؟ موادها توی دنیا واسه این که به حالت پایدار برسن باید به شکل منفی و مثبت در کنار هم قرار بگیرن که بتونن همدیگر رو جذب بکنن. خب وقتی که مواد ماده الکترونیک رو از دست بده، یعنی همون منفی یا مثبت رو از دست میده، به حالت ناپایدار در میاد، درسته؟ که ما بهش میگیم فری رادیکال یا رادیکال های گریه تو نکنی تو رو به همه میگم بله، به تو میگم چون من از اولین باری که تو رو دید